خوشبختانه به من اطلاع دادن آقای محمد رضا روحانی از مسئولان کمیسیون های شورای ملی مقاومت هم اینجا تشریف دارن. وقتی به ما دادن برای انجام یک گفتگو. آقای روحانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. متشکرم که این وقت به ما دادین. آقای روحانی اجازه بدید من در اینجا خطاب به آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران بخونم. مسعود رجوی فیسش ماته چقدر مشنگه مخش دیریت قاطه چطور به جنگه مخش دیریت قاطه چطور به جنگه بویی که دو بادم جون میکارن با چشم ملوچش به چای به من شیر میکوبن تو مخ پوچش به چای به من شیر میکوبن تو مخ پوچش. ما یک کوهی از خشم، نفرت، عصبیت هستیم. بسیار متشکرم آقای روحانی، لطف کردین به ما این وقت داده. معذرت میخوام. خواهش میکنم.